سلام دوستان، به خانه کیک خوش اومدین. امروز میخوایم کیک پایسی با هم درست کنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم که مواد اولیه رو با هم ببینیم. تخم مرغ داریم 3 عدد، پودر قند 100 گرم، 170 گرم روغن مایع داریم، 2 عدد سیب متوسط، 200 گرم آرد داریم، 1 قاشق چایخوری پکن بود داریم، نصف قاشق چایخوری وانیل. تخم مرغ اضافه میکنیم داخل میکسر. پودر قند هم میریزیم داخلش. اجازه میدیم به مدت 2 دقیقه میکس بشه که پودر قندش کاملا حل بشه. روغن رو بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم به مدت 1 دقیقه میکس بشه. آردمون رو در 2 مرحله بهش اضافه میکنیم که خمیرمون قلمه نشه. مرحله دوم بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم به مدت 1 دقیقه میکس بشه که خمیرمون آماده بشه. یه خمیر تقریبا صفر به دست میاد. یه قاشق چایخوری هم بهش عسل اضافه میکنیم. سیبمون رو از قبل آماده کردیم. آغاش به دارچینش میکنیم. خمیرمون آماده است. داخل قیف میریزیم. قالبمون رو از قبل آماده کردیم. کف قالبمون رو خمیر میریزیم. سیبمون رو میذاریم روی خمیر که روش رو دوباره پر کنیم. قالبمون آماده است. حرارت فرمون 150 درجه سانتیگراد به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه. پایسیبمون آماده است. امیدوارم که خوشتون بیاد. لطفا سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتین بگین شیرینی بدی چی باشه.